بازی دسته‌ها با اشتراک دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش از دوشنبه و روشن از کلوب. امروز اکنون با جریان بازی با اشتراک کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن توجه میکنیم و نخست به هیئت‌ها. رقم 1 در هیئت دسته روشن کلوب باشد به طور ذیل میباشد. دروازه‌بان رقم 1 رستم ریزویف، فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند. رقم 12 حسن دو شاگردان خود را به میدان برآورد. همچنین طرح جویگیری فوتبالبازان دسته میزبان هم همین گونه است. گروه داوران تحت رهبری خورشید دادابویف از شهر خوجند این بازی را قضاوت میکنند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 5 گل در زینه نهم است و همچنین روشن از کلوب با همین مقدار امتیازات در زینه دهم قرار دارد. امیرجانی فرخزاد با توپ، ارسال توپ از جانب او، یک امکانیت دیگر و همینطور حساب شده میشود. بینندگان ارجمند افا کینگسلی اوسی توانست در دقیقه 18 بازی حساب را کشاید و باز هم به اهمیتی فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش در خط دفاع باعث بران میشود که روشن امکانیت نوبتی را پیدا کند. از آغاز بالاتر ما و شما چند امکانیت را دیدیم و اشاره هم کردیم که اگر همین منوال به اهمیتی آنها ادامه یابد پس حتما روشن در آینده میتواند به موفقیت نائل شود و همین طور هم شد. نه محافظتگر با حملهگری رقیب نزدیک بازی میکند تا اینکه به او خلل رساند و نه دروازه‌بان موقع خود را درست دفاع کرد. میگوید داور بازی باید ادامه یابد. گزارشی بسیار هم خوب. اکنون پرتاب توپ به نیمه میدان حریف. مبارزه جدی فوتبالبازان روشن اما به یکدیگر آنها خلل رسانیدند. در نتیجه گزارشی فوتبالبازی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و آنها پنالتی کار میکنند. اکنون ببینید چگونه نافهمی بین فوتبالبازان دسته روشن با وقوع پیوست. محافظتگر کناری راست موقع خود را از دست داده است و هنگامی که البته هجوم ادامه میافت در داخل جریمه‌گاه ما مشاهده آن میشویم که چگونه قاعده بازی ویران میشود. لیگ اولی شروانی ضربه او و دروازه‌بان هرچند دقیق پیدا کرد اما سرعت ضربه و دقیقیت آن در سطح بین‌نهایت بلند بود و نداشت. صحنه تکراری را برای ما و شما نشان میدهند که چگونه در همونجا دلیل شامرودوف قاعده بازی را ویران میکند. در برابر فلیکس تته پنالتی تعیین کرده شد و شروانی آن را استفاده برده حساب را برابر کرد. ویران کنی دست میزنند. خب بازی آخری خود پای در هم دچار ناکامی شده است. از جمله اینها باید کمی بدتر در این باره بگویم چگونه امکانیتی خوب با وقوع پیوست و داور چی اشاره میکند پنالتی نتوانست و بعدا ببینید این حالت اول است توپ را از دستش رها کرد. قاعده ویران کنی از جانب او بود. البته خود شما هم میتوانید این چیز را ببینید و امین شوید. برای اجرا کردن ضربه تیار است فوتبالبازی دسته روشن و همینطور موفق هم میشود. حساب بینندگان ارجمند باز هم تغییر یافت. 1-2 و روشن دیگر باره به پیش میبرد. هم یگانه گل روشن را از پنالتی محض همین فوتبالباز به هدف رسانده بود. بار دیگر همون صحنه تکراری و لحظه که ضربه اجرا کرده شد. الکس پپرا چون به نظر میرسد که کمی هم باشد به توپ رسید. بله همین طور هم هست اما بعدم است. حسن رستموف پرتاب توپ از جانب او نه چندان خوب بود و بازیگران میزبان از داخل جریمه‌گاه خود توپ را بیرون کردند. در بازی افتی توپ فوتبالبازان روشن باز هم فعالند. امکانیت نوبتی پیدا میشود و همین طور بینندگان ارجمند حساب 1-3 در صحنه تکراری رو ما و شما میتوانیم ببینیم. بار دیگر میتوانید ببینید. بله گل به نام فوتبالباز که تحت رقم 6 بازی میکند. سعید امیری سعید احمد نوشته شد. آنجا عبدالرحمن ناظموف که تحت رقم 8 بازی کرده است در مرکز میدان بود. از این خاطر اون نه بلکه محافظتگری کناری آنجا مؤلف گل شد. باز هم چون لحظه های قبلی در این وضعیت استانداردی فتح‌الله در نزد توپ و ضربه را اجرا میکند. مبارزه ادامه دارد. چگونه امکانیت با وقوع پیوست و همینطور حساب بینندگان ارجمند 2-3 میشود. بالاخره فشار زیادی فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش در دقیقه دهمی قسم دوم بازی نتیجه میآورد و آنها توانستند
توانستن حسابро تغییر دهند. اینجا به واسطه از اشتباه خودی محافظتگران کلوب مثلا دسته روشن البته دسته میزبان این گونه امکانیت رو پیدا کرد. مثلا این لحظه حسن رستمов ببینید توپ رو با فوتبالبازی رقیب توفا میکند. سهراب جلیلov به هم دستش توپ رو روان کرد و کاپیتان کنونی دسته کامرانی میرزاخان در این لحظه ضربه زد که در نتیجه حسن رستمov فلکای برای برگرداندن آن امکانیت نداشت و توپ به او رسیده به دروازه وارد شد. ما با او خلال میرسانند. فتولا با توپ است و هم ضربه خوب دارد اما کوشش کرد اینجا پاس یاد بسیار پاسی زیبایی بود از جانب او. امکانیت پیدا شد و بیو خیلی بینندگان ارجمند در دقیقه 89 بازی الچیبک رشید بک از امکانیت سیوم خود استفاده برد و توانست که حساب را 3-3 کند. بار دیگر میتوانید ببینید اینجا پاسی فتولا البته نقش بسیار مهم داشت. بعدا کامران ابراهیمov پاس داد به همدستش الچیبک یک چپ میکند. 5 دقیقه ایلوه شده هم خاتمه یافت اما دوباره شاید برای انجام دادن این هجوم امکانیت بیاد. فتولا در نزد توپ است خیلی هم خوب حرکت میکند. ارسال توپ از جانب او امکانیت بسیار عالی و چگونه فرصت بود اینجا اما سیادی کاووس شد توپ را بلند میزند. واقعا بازی بسیار حساس جالب و دیدنی با یک قطار امکانیت های گلزنی برای هر دو دسته. یک تیم در قسم اول عالی و زیبا و فوق‌العاده بازی کرد. قسم دوم باشد همین گونه بازی را در قسم دوم پیشنهادی ما و شما کرد. نتیجه همین است که بینندگان ارجمند بازی موفق گذاشته شده دور هفتم لیگ عالی با اشتراک دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن 3-3 مساوی خاتمه می‌یابد. سپاسگزارم که طول این مدت ما را همراهی کردید. در نزد میکروفون شورای پرویز محمد امین بود و واقعا هم از تماشای یک بازی جالب و دیدنی و هجومکار با اشتراک دسته‌های لیگ عالی در برابر من فکر میکنم خود شما هم البته لذت بردید و این بازی البته شایسته اون است که تکرار به تکرار ما و شما تماشا کنیم. حالا امکان داره لحظه‌های خفناک و جالب ترین این بازی رو بار دیگر ببینید و در همین گونه لحظه من با شما خیر خوش میکنم. دیدار امروز با حسابی 3-3 مساوی خاتمه یافت. تا دیدارهای دیگر پیروز و پاینده باشید. خیر.
Obrót.